فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ازدواج به نیت طلاق رأی تعدادی از افراد هست که در صورتی که جانب دیگر اطلاع نداشته باشد، اما امام اوزاعی رحمه الله قسمی که از جمله ائمه تابعین هستند و فقیه و عالم شام در زمان شام بود، اونها قسمی فتوایشان کلامشان هست که ای از متعه و صیغه نامشروع موقت که هست بدتر و غلیظتر هست. لذا راجح در این مسئله قسمی که فتوای یعنی مفتی فعل یعنی عربستان سعودی هم همی است و حیث که یعنی این موضوع به نیت طلاق نکاح کردن در این نوعی از غرر هست و یک هدف نوعی از فریب بازی هست و در این هدف اصلی که از ازدواج مطلوب هست ادا نمی شود، اگرچه دیگر شرطهایش کامل هست ولی انجامش فاسد است، باعثی از بین رفتن زندگی یک فرد می شود و مشکلات زیاد اجتماعی را با خود دارد. لذا این بنابر راجح در مسئله که از پیشترین عالمی که در این نظرشان هست امام اوزاعی رحمه الله است از ائمه اهل سنت که از جمله طبقه تابعین و شاگردای بزرگان تابعین به شمار میره، اونها هستن و راجح در این مسئله همین هست که این نادرست است.